اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. بیست و یکم رمضان 25/2/99، جلسه 17 از سلسله جلسات تفسیر در خدمت شما بزرگواران هستیم. قال الله تبارک و تعالی: و اذ قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. صدق الله العظيم. اونطور که همه دوستان، برادران و خواهران خاطرشون هست، این دو سوره، یعنی سوره مبارکه جمعه و سوره مبارکه صف، جبهه و مبارزه اش برای حل یک معضل عظیمی است که غیر از خود الله کسی قدرت ورود به این میدان را ندارد. کسی را یارای آن نیست که وارد این میدان بشود جز خود الله سبحانه و تعالی، و کسانی هم که وارد این میدان و این مبارزه و این جبهه بشن با تکیه به قدرت الله سبحانه و تعالی و کلام الله سبحانه و تعالی کار رو اگر بتوانند شروع کنند. جبهه مدعیان دینداری است. اگر تو در مقابل آنها قرار بگیری، حکم ارتداد تو هم صادر میشه. مدعیان دینداری که با اطلاعات کافی علی علم گمراهی را به سبب مصالح و منافع اختیار میکنند. نبردی بسیار سنگین و نفسگیر، به قدری این نبرد سنگین است که تبعات آن ترور انبیا بوده. انبیا را انسانهای مشروب خوار ترور نکردند. انسانهای که دنبال مشغله های اینچنینی بودند در پی گرفتن حکم اعدام انبیا نبودند. برید به قرآن برگردید و ببینید و یقتلون النبیین بغیر الحق، اینها چه کسانی بودند؟ شما اگر بر علیه دزد بخواهی اعلام نبرد بکنی کار آسانتری است. بر علیه مشروب خواری اعلام نبرد بکنی کار آسانتری است. این همه مشروب خوار در جامعه هست و این همه مشایخ و علما روی منبر بر علیه مشروب صحبت می کنند. به ندرت اتفاق افتاده که یک مشروب فروش یا یک مشروب خور
در خم کوچه‌ای جلو عالم و دعوتگر رو بگیره که تو چرا این حرف رو میزنی. وقتی این حرفا زده میشه بخش عظیمی از اینها توبه میکنن، میپذیرن حرف حق را. بخش عظیمی خود را مخفی میکنند از شرمندگی. و بخش عظیمی از آنها انکار میکنن، میگن نبوده، بازم از شرمندگی، ولی نمیشینن دور هم دیگه برای ترور اون مجاهد و اون دعوتگر برنامه ریزی بکن. خیلی کم اتفاق میفته، شاید به ندرت رخ بده. ولی حالا شما برو بر علیه انحرافات مدعیان دینداری به منبر برو. به قدری این کار سخت است که در اغلب جاها این کار انجام نمی شود. تبعات این میدان و این جبهه به قدری سنگین است که منجر به ترور انبیا، مصلحین، مجاهدین، دعوتگران، حکم ارتداد آنها، حکم گمراهی آنها، حکم فسق آنها، فجور آنها، اینها در پی دارد. آیا شما می دانید که سیدنا عیسی علی نبینا و علیه الصلاة و السلام به فتوای مراجع عظام و شیوخ بزرگ و ملاهای کبیر یهود حکم ارتداد گرفت، حکم اعدام گرفت، ولی الله او را رهاند، چون که رسول بود و رسول نباید کشته بشه. انبیا کشته شدن ولی رسولان نه. انبیا با رسولان فرق میکنه. در بین بنی اسرائیل و یهودیان انبیاء فراوانی بودند و تعداد زیادی از آنها ترور شدند، در حالی که یهود میدانست که این نبی هست، یعنی الله داره بهش دستور میده که بره دعوت بده، تورات را زنده بکنه. چون بازخوانی صحیح متون دینی و پاکسازی متون پاک و زلال و اولیه و بنیادی دین از لکه های خرافات و شرکیات منافع دو گروه را به خطر می اندازد: منافع مدعیان دینداری و ملانماهایی که از این انحرافات متون دینی، تحریفاتی که اتفاق افتاده، خرافات هایی که به خورد دین داده شده، شرکیاتی که بر دین نشوندن، منافع اینها تأمین می شود. ابتدایی که ما مسجد جامع خوری خواجه عطار رو تحویل گرفته بودیم، بارها و بارها دم در خانه می آمدن کسانی. یه بار کسی آمد به من گفت که در زد، در رو باز کردم، گفتم بفرما. گفت شما ختم دارید؟ من اول فکر کردم که این دارویی هست، درمانی هست، چیزی، وسایلی هست، چیه؟ گفت ختم قرآن شما دارید؟ انا لله و انا الیه راجعون. من ملا بازار فروش ختم قرآن باز بکنم، این چطوره؟ گفتم نه برادر، ما ختم نداریم و شما همین کار رو نکن. بسیار اتفاق می افتد که کسی زکات خودش رو میاره در خانه، دست من میدی، میگه آقا این مال شما. میگم خب این چیه؟
میگه این مال خودته. میگم خب مال خودمه، مال چیه؟ یعنی هدیه هست چیه؟ میگه این زکاته. میگم برادر من مستحق زکات نیستم. نمایش دادن این که من ملا مستحق زکاتم و مردم همه زکات خود را به من بدن چطوره؟ در حالی که من مال زیادی هم دارم. این نه فقط در اسلام که در مدعیان دینداری در ادیان دیگر مثل یهودیت و مسیحیت خیلی بیشتر از این بوده. سیدنا سلمان وقتی که زرتشتیگری را رها کرد و به مسیحیت ایمان آورد، 3 یا 4 تا راهب را پشت سر گذاشت تا رسید به مدینه و بعداً موفق به مسلمانی شد و جز اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار گرفت. از بین اینها سیدنا سلمان میفرماید فقط یکی به راه بود، باقی همه بی راه بودن. روشنگری به ضرر 2 قوم است. جهاد واقعی، دعوت واقعی، احیاء واقعی اسلام به ضرر 2 قوم است. ملانماها و مدعیان دینداری که در اصل دیندار نیستند و از دین برای خود دکان ساختند. و قوم دوم و گروه دوم حاکمان میدونید بهترین ملت ها برای حاکمان چه ملتی هستند؟ ملتی که کور بشوند، مقلد کور که اهل فکر، تحقیق، مطالعات، چرا، جستجو نباشد. به همین خاطر رسول صلی الله علیه و سلم فرمود افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر. بالاترین جهاد کلمه حقی است که در نزد سلطان ستمگر گفته بشه، چون به احتمال زیاد او حذف خواهد شد، یا میکشنش یا زندانش میکنن یا تبعیدش میکنن. به همین خاطر هیچ کس مسئول نمانده در این مبارزه، حتی انبیا و رسولان، و فقط الله قدرت این را دارد که وارد این میدان مبارزه و این جبهه بشود. آیا شما می دانید که حکم اعدام عمر مختار، شیر صحرا در لیبی در دوران استعمار ایتالیا، که ایتالیایی ها ایشون رو اعدام کردند، حکم اعدامش رو ملاهای دوروبر این استعمارگران و وابسته به اینها امضا کردند؟ آیا شما می دانید که وقتی حکم اعدام سید قطب رحمه الله صادر شد، کسانی آمدند پیش ایشان و به ایشان گفتند که کاغذی رو، کاغذ سفیدی رو جلو سید گذاشتن، گفتن سید جان امضا بکن. حکم اعدام ایشان صادر شده بود. این حرفی که من میزنم در اوج آرامش دارم میزنم و هنر نیست. این حرف سید را گوش بدید که مرد اوست و امثال او. ایشان فرمود این کاغذ چیه؟ گفتن شما این کاغذ را امضا بکن، ابراز پشیمانی بنویس، ما پیگیر کار تو میشیم و مسئله تو را حل میکنیم که تو اعدام نشی. فرمود نه بزرگواران، مسیر ما و شما یکی نیست. انتم تأکلون بلا اله الا الله
و نحن نستشهدون فی سبیل لا اله الا الله. شما با لا اله الا الله نان میخورید و ما قرار است در راه لا اله الا الله جان بدیم. و سحرگاه ایشان اعدام شد. حرفی زده بود قبلا، گفته بود کلماتی که ما میگیم و میشنویم مرده اند و زمانی این کلمات و این جملات جان میگیرند که به پای این کلمات خون ریخته بشود، شهادت پشتش باشه. الموت فی سبیل الله اسمى امانینا. مرگ در راه الله بالاترین آرزوی ماست. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه و احینا ما احییتنا على السنة والجماعة و امتنا اذا توفیتنا على الایمان الكامل والشهاده. این داستان تلخ مرتب در حال تکرار است در جهان. همین الانی که ما سخن میگوییم چه بسیار مجاهدین و دعوتگران خالص و مخلص در زندانند و در همین عصری که من و شما زندگی میکنیم چه مخلصان پاک بازی که شهید شدند و شهادت عایدشان شده. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. آنگاه که سیدنا موسی به قوم خود فرمود ای قوم من، چرا مرا می آزارید در حالی که می دانید من رسول الله به سوی شما هستم. همینه، می دانند ولی می آزارند. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. چون که راه گمراهی را خود اختیار کردند الله بر گمراهی آنها افزود. ببین که چه اختیار میکنی. هدایت را اختیار میکنی، الله به تو هدایت میده و بر هدایتت میافزاید. علم را اختیار میکنی، الله علم تو را میافزاید. حرص دنیا را اختیار میکنی، الله حرص دنیا را به تو میدهد. حرص آخرت را اختیار میکنی، الله حرص آخرت را به تو میدهد. گمراهی را میخواهی، الله گمراهی تو را افزون می کند. انتخاب با من و تو هست. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله قوم فاسق رو تا زمانی که دست از فسق و گمراهی خودشون نکشند به زور هدایت نمی کند. داستان سیدنا عبدالله بن ام مکتوم را شنیدید؟ روزی از روزها رسول صلی الله علیه و سلم با بزرگان و گردن کلفته های مشرکین جلسه داشت و اونها رو دعوت میداد به سوی اسلام. به ناگاه عبدالله بن ام مکتوم نابینا و فقیر که در نگاه این گردن کلفتها چیزی حساب نمی شد وارد شد
نابینا بود، نمیفهمید که کی نشسته. از سر شوق و علاقه به هدایت میگفت یا رسول الله علمنی مما علمک الله، یا رسول الله به من بیاموز آنچه که الله به تو آموخته. رسول صلی الله علیه و سلم نگران بود که اگر به او توجه بکند الان توی این لحظه اینها نگران و ناراحت بشن، شاید اینها هدایت بشن که به کار بیان. به عبدالله توجه نکرد و حرفش رو با اینها ادامه داد. الله سبحانه و تعالی در این رابطه نازل فرمود عبس و تولی ان جاءه الاعمى، چهره در هم کشید و پشت کرد که کوری به سراغ او آمده. و ما یدریک لعله یزکی، تو چی میدانی شاید که او دنبال پاک شدن است. الله میفرماید برای من الله عبدالله ابن ام مکتوم مقبول است، همین یک انسان کور که در جامعه چیزی حساب نمیشه چون طالب هدایت است. اینهایی که منت سر تو میذارن، منت سر الله میذارن، منت سر دین میگذارن، الله به اینها احتیاجی ندارد. گروهی آمدن پشت دیوارهای حجرات در مدینه، زمانی که مردم گروه گروه می آمدن اعلام اسلام می کردن بعد از فتح مکه سال 9 هجری، آمدند و منت گذاشتند بر رسول الله صلی الله علیه و سلم که تو کسی را برای هدایت ما و برای دعوت ما نفرستادی، ما خودمان آمدیم، راه طولانی پیمودیم، سختی ها را پشت سر گذاشتیم. منت می گذاشتن. الله سبحانه و تعالی فرمود یمنون علیک ان اسلموا، بر تو منت می گذارن که مسلمان شدن. قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. منت مگذارید بر من به اسلامتان، بلکه منت الله بر سر شماست که شما را به ایمان هدایت کرده. میدانند که موسی رسول الله است ولی او را اذیت میکنند. و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم. سالها بعد سیدنا عیسی برای آنها برانگیخته شد. عیسی پسر مریم، چرا که بدون پدر با امر الله آفریده شد. فرمود ای بنی اسرائیل، نفرمود ای قوم من. سیدنا موسی فرمود ای قوم من، سیدنا عیسی فرمود ای بنی اسرائیل، چرا که سیدنا عیسی پدر ندارد و نسل و نسب به پدر ثابت میشه. فرمود ای بنی اسرائیل، من رسول الله هستم به سوی شما. و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة. من رسول الله به سوی شما هستم و تورات را که پیش از من آمده است تأیید می کنم، تصدیق می کنم. مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا، و یک مژده هم به شما می دهم. و مبشرا
برسول یأتی من بعد اسمه احمد، و مژده میدهم شما را به رسول دیگری که بعد از من می آید که نام او احمد است. به زبان عبری فارقلیط یا فارقلیطا که به آنها فرموده بود. خب اطلاعات کافیه، کاملا در تمام تعلیمات سیدنا موسی نزد آنها هست و عالمن، حافظ تورات ممکنه باشن اینها. رسول دیگری آمده، باز تمام اطلاعات علمی این رسول به آنها منتقل شده. موضع گیریشون چطور هست؟ فلما جاءهم بالبینات، وقتی که احمد صلی الله علیه و سلم آمد پیش آنها با دلائل واضح آشکار، تابلو بود که خودشه، معجزات فراوان باهاش هست، یقین میدانستن که خودشه. چه گفتن؟ فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین، گفتن این سحر آشکاری است، او را متهم به ساحری کردن. الله سبحانه و تعالی در حق اینها یهودی ها و مسیحیان میفرماید یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، یعنی رسول الله را میشناختند اونطور که پدر و مادر بچه خودش رو میشناسه. سیدنا عبدالله بن سلام یکی از علمای یهود بود که مسلمان شد. در رابطه با این آیه فرمود بلکه ما دقیق تر او را میشناختیم. یه وقتی ممکن هست که یک پدری شک بکنه که این فرزند از خود من هست یا نیست، یا نکنه خطایی شده، ولی ما سر سوزنی شک نداشتیم که رسول الله واقعا رسول الله. سوال: پس این مخالفت حاکمان و ملایان و مشایخ، مدعیان ملایی و مدعیان دینداری در مقابل تعلیمات واقعی ادیان الهی و دین الله چه هست؟ علتش چیه؟ علتهای فراوانی دارد که در یک کلمه اگر ما خلاصه کنیم: منافع و مصالح. وقتی دعوت رسول الله به امپراتوری روم رسید، میدانید چه کار کرد؟ این داستان رو میگم و تمام میکنم بحث رو. در سال 6 هجری رسول صلی الله علیه و سلم با قریش در حدیبیه پیمان صلح بست. قریش با رسول الله صلح کرد، یعنی حکومت رسول الله رو به رسمیت شناخت. 10 سال بعد عمرة القضاء انجام شد در امنیت کامل. سال 6 هجری بعد از این که پیمان صلح بسته شد، بلا فاصله رسول صلی الله علیه و سلم به پادشاهان بزرگ جهان نامه نوشت و آنها را به سوی اسلام فراخواند. نامه ای هم برای هرقل یا هراکلیوس امپراتور روم نوشت. او یک مسیحی عالم بود، هم پادشاه بود هم عالم بود. وقتی نامه به او رسید گفت برید در شهر بگردید کسی از همشهری این کسی که به من نامه نوشته اینجاها هست یا نیست. اتفاقا ابو سفیان همراه یک کاروانی آمده بودن برای تجارت به شام. مسلمان نبود. ابو سفیان سال 10 هجری مسلمان شده، 3 سال بعد. آنها را آوردن به قصر.
مترجم آوردن و امپراتور سخن را آغاز کرد. گفت کدام یک از شما به این مرد که به من نامه نوشته نزدیک تر است؟ ابو سفیان گفت من. چرا که از بنی عبد مناف غیر او کسی در قافله نبود و نسب ابو سفیان با نسب رسول الله در عبد مناف یکی میشه. محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، عبد مناف رو داشته باشید. ابو سفیان اسمش صخر بوده، صخر ابن حرب ابن امیت ابن عبد شمس ابن عبد مناف. در عبد مناف نسب ایشون یکی میشه. گفت من. فرمود تو جلو بشین. تمام یارانش را به صف پشت سر او نشاند و به آنها گفت من از این سوال میپرسم، هر جا که این دروغ گفت شما از پشت سر اشاره کنید و شما را جلو و هم سطح او ننشاندم که از رد دروغ او شرم نکنید. ابو سفیان یک انسان فوق العاده خردمندی بود، چنین ریسک خطرناکی نمی کرد که دروغ بگه و لو بره و کشته بشه. تمام سوالات را درست جواب داد. سوالات زیاد است که خودش یک مجلس می طلبد. نتیجه نهایی سوال و پرسجویی که کرد این است. ببینید چه گفت امپراتور روم. گفت اگر آنچه که تو گفتی راست باشد، او به زودی جایگاه دو قدم مرا خواهد گرفت. من منتظر او بودم ولی فکر می کردم که از شام برانگیخته بشه و اکنون اگر بتوانم خود را به او برسانم خود را به زحمت می اندازم. سپس سر صدایی برپا شد و اینها رو بیرون کردن. ابو سفیان دم در که داشت میرفت زمزمه میکرد و میگفت کار پسر ابی کبشه به جایی رسیده که پادشاه بنی الاصفر از او میترسد. پسر ابی کبشه منظورش رسول الله بود، چرا که ابی کبشه شوهر حلیمه بوده و آنها برای تحقیر رسول الله رو به او نسبت میدادن، چرا که حلیمه به او شیر داده بود. امپراتور روم سرکردگان و ژنرال ها و سیاسیون پایتخت رو جمع کرد و دستور داد که در تالار را ببندید و آنها نشستند. گفت اگر میخواهید که ملکتان دوام پیدا کند و رشد و ترقی عائد شما بشود، به این پیامبر ایمان بیاورید. این حرف که از دهان او خارج شد، تمام اینها به مانند گورخران وحشی رمیدند به سمت در بیرونی، ولی در را بسته دیدند. پادشاه فکر این را کرده بود. آنها را صدا زد با ترغیب و تشویق و کف زدن که مرحبا. دید وضعیت خرابه، کاملا چرخید. گفت من شما را در دینتان آزمودم، آفرین بر شما که شما در دینتان این طور مستحکم و پایدار هستید. و اونها برگشتند و سر جای خود نشستند و راضی شدند و امپراتور روم منافع و مصالح را بر هدایت و حقیقت ترجیح داد و مسلمان نشد. بارک الله فیکم. موفق و پیروز باشید. کلام آخر بعد از نماز، بعد از اذان عشاء ساعت 9 لایو اختصاصی ما در رابطه با کاروان سازندگان قصری در بهشت خواهد بود. ما در خدمت شما خواهیم بود با گفتگویی صمیمانه. از همینجا تشکر و قدردانی می کنم و یادآوری می کنم شما را که
آنهایی که شب نیت کردند و نتوانستند مشارکت خود را واریز کنند امروز انجام بدن ان شاء الله. بارک الله فیکم، موفق و پیروز باشید. هذا والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.